ماموران ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان نصرتالله سعیدوف برادرزاده سعید عبدالله نوری رهبری پیشین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را با گمان دریافت مبلغ از خارجه دستگیر کردند. نصرتالله سعیدوف 4 سال پیش به مدت کوتاه بازداشت شده بود. همکارم میرزا نبی خالقزاد با پیوندان دامولان نصرتالله چند لحظه پیش صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی سلام و بگوید که نهایت سبب بازداشت معلوم شد؟ بله، همین چند لحظه پیش نور محمد سعیدوف برادر نصرتالله در صحبت تلفنی گفت که صبح امروز مفتش ریاست کارهای داخلی زنگ زده است و گفته است که وی همچون گمانبر در بازداشت هست، ولی به قول او مفتش نگفته است که برای چی گمانبر است و در کجا نگهداری می شود. وی گفت که ماموران ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان پس از دستگیر نمودنش تا حال اجازه ملاقات ندادند و ادوکات هم تا کنون ندارد. پیوندانش میگن که نصرتالله سعیدوف برای رسانیدن کمک و یاری به خانواده معیوبان از جانب رئیس جماعت دهات به آنها روی خط نامناسب معیوبان پیشنهاد شده است و از جمله معیوبان خردسال اردو، روغن و برنج و برای معیوبان خردسال بازیچه ها خریدند. ولی طوری همصحبت ما گفت مقامات 4 کارمند همین خواجگی را بازپرسی کردند که مبلغ کمک به معیوبان را از کجا یافتند. آیا این پولها از خارج تاجیکستان با راه غیر قانونی به دست آورده شده است یا نه؟ 4 نفر روز 25 ینور بعد پرسش آزاد شدند، ولی نصرتالله همچنان در بازداشت است. تلاش‌ها برای تماس با مسئولین مقامات ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تا این دم بی‌نتیجه بود. نصرتالله سعیدوف 48 ساله ساکن ناحیه وخش ولایت ختلان و رئیس خواجگی دهقانی استقلال است و ماه فوریه سال 2018 بعد نصب شدن پرچم سیاه در بینای خواجگیش یعنی پرچم داعش دستگیر شده بود. سعیدوف را پس از مدت کوتاهی جواب دادند. دادگاه‌های تاجیکستان بله میرزا نبی سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارجه به زندان محکوم کردند. سرنوشت آنها چی شد؟ ببینید، دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه 2 سال قبل اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم نمود. آن زمان نزدیکان زندانی ها در خارج فرستادن مبلغ را به عائله هاشون رد نکردند، ولی گفته بودند آن غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند، چون به ادعای آنها عائله هایشان به سبب بیکاری و مصادره بخشی از اموالشان به یاری احتیاج پیدا کرده بودند. سال 2015 پس از ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان صدها اعضا و طرفدارانش در اروپا و کشورهای دیگر پناهنده شدند. بله، تشکر. برخی از پیوندان سعید عبدالله نوری نیز از آن زمان تا حالا در خارج از تاجیکستان به سر میبرند. سعید عبدالله نوری در درگیری‌های داخلی سالهای 1992-97 رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود. پس از امضای سازشنامه صلح در سال 1997 کمیسیون آشتی ملی را تا سال 1999 رهبری می‌کرد. سال 2006 در 59 سالگی در دوشنبه درگذشت.